قسم چهارم. 7 قاعده‌ای که به شما آرامی روحی و خوشبختی می آرند. باب 12. 9 سخنی که می توانند حیات شما را به کلی دیگر کنند. چند سال مقدم هنگام صحبت رادیویی از من خواهش کردند که به چنین سوال جواب گویم: سبقی مهمترینی که شما از حیات گرفته کدام است؟ جواب آسان بود. سبقی قیمتناکترین من از حیات درک کردن اهمیت آن چیز است که ما دربارش فکر میکنیم. به من بگو که چی فکر داری و من میگویم که تو کیستی. اندیشه های ما خصوصیت شخصی ما را معین میسازد. مناسبت ما به حیات باشد فاکتور است که قسمت ما را معین میسازد. امرسون گفته است: آدم آن چیز است که طول یک روز فکر میکند، غیر از این مگر میتواند که او باز چیز دیگری هم باشد. من حاضر به یگان شک و شبه میدانم که پرابلمی از همه مهمترینی که ما دچار می آییم حقیقتا هم مشکلات یگانه که ما سر و کار داریم این انتخاب حالت درست کیفیت است. اگر ما در این انتخاب مهارت ظاهر سازیم تمام مشکلات حل خواهند شد. فیلسوف بزرگ مارک آورلی که امپری ریم را اداره میکرد این را در 9 کلمه افاده کرده است. 9 کلمه که میتوانند قیمت شما را معین سازند. حیات ما آن چیز است که درباره‌اش فکر میکنیم. حقیقتا هم در بسیار موردها اگر درباره خوشبختی فکر کنیم خود را خوشبخت حس میکنیم. بسر اندیشه های حزن آور بیایند محزون میشویم. درباره ترس و هراس اندیشیم ترسو میشویم. درباره بیماری ها فکر کنیم بیمار میشویم. از نابرابری ها اندیشیم بوی میدهیم. اگر خود را بیچاره گیریم همه از ما میگریزند و غیره. شما نه آنید که درباره خود فکر میکنید. گفته است نورمن وینت پیل: شما آنید که فکر میکنید. شاید به شما چنین نماید که من مناسبتی ساده و پریمیتیوی اپتیمیستانه را تبلیغ می نمایم. نه، متاسفانه حیات آنقدر چیزی ساده و عادی نیست، ولی من طرفداری آنم که ما به عالم واقعی باید مناسبتی مثبت ظاهر سازیم. دیگر خیلی گویم ما باید در بابت حل پرابلم خود همه وقت کوشش کنیم، ولی به خاطر آنها و تشویش و هیجان نآییم. اینجا فرقیت چیست؟ من این اندیشه را شرح می دهم. هر وقتی که من یگان کوچه سیر ماشین نیویورک را عبور کردنی می شوم کوشش می کنم که زیر ماشین نمانم و این مرا با تشویش و هیجان نمی آورد. کوشش کردن از پی چیز شدن این یعنی درک کردن پرابلم و آرامانه از پی حل آن شدن است. تشویش و اضطراب کشیدن باشد این معنی در یک حلقه تا خود گم کنی چرخ زدن را دارد. ممکن است بندی پرابلم جدی بود ولی از کوچه باید با سری بلند در پیشکیسه گلی میخک خلانده گذشت. من شخصا دیدم که لاویل توماس محسمی خیلی رفتار کرد. یک وقت به من میسر گشت است که با لاویل توماس یک جای کار کنم. ما فیلم های مشهوری او را درباره شرکتی آلن بی لاورنس در آوان جنگ یکم جهان نمایش میدادیم. او و شاگردانش عملیات های جنگی را یک باره تخمینا در 6 فرانت نواربرداری می نمودند. چیزی از همه اساسی آن بود که آنها موادهای حجتی لاورنس را با ارمی عربیش و فیلم مستمند را درباره آن که چطور آلن بی زمین مقدس را اشغال نمود تهیه ساختند. سخنرانی های او در یک نمایش فیلم های آلن بی در فلسطین و لاورنس در عربستان صورت می گرفت. با او در لندن و تمام دنیا آبروی کلان می آوردند. موسم اپرا 6 هفته قفا پرتافته شد تا توماس پر امکان داشته باشد که در تئاتر اپرای شهر کوانت گاردن سخنرانی نماید و فیلمهایش را نمایش دهد. بعد موفقیت گوشناشنیدش در لندن سفرهای او به دیگر کشورهای دنیا صورت گرفتند. او 2 سال درباره حیات در هندوستان و افغانستان فیلم برداشت. بعد یک چند موفقیت پی در پی
وقتی باز در لندن پیدا شد تماما مفلس بود. انا همین وقت من با او بودم. به خاطر دارم چی طور ما مجبور بودیم در رستوران‌های ارزان خوراک بخوریم. چند بار از جیمز مکبی اکتوری شاتلندی پول قرض گرفتیم. مقصد این حکایت چیست؟ حتی وقتی توماس قرضدار بود، حتی وقتی او آوانی خیلی مشکل را از سر می‌گذراند، با پرابلمی خود مشغول شده به تشویش و اضطراب نمی آمد. او می‌دانست که به هیچ وجه خود را باید دادن ممکن نیست، وگرنه همه از او روی می‌گردانند. به همین خاطر هم هر سحر وقتی به کار می‌رفت یک گل خریده در پیشکیستش می‌خلاند و با سری بلند در آکسفورد قدم می‌زد. اندیشه‌های او خوب و مردانه بودند. به خود امکانیت نمی‌داد که به مایوسی افتد و در باره باخت اندیشد. او باخت را یک جزئیات بازی چون مشقی فایده‌ناک برای آنهایی که نیتی به موفقیت نائل گشتن دارند می‌دانست. حالتی به نظام در آوردن کیفیت به قوه جسمانی ما تأثیری غیر عادی می‌رساند. پسیخیاتری مشهور انگلیس هدفیلد این را در کتابی پسیخولوژی نیرو خیلی خوب شرح می‌دهد. ما با 3 مردینه تجربه گذرانیدیم. می‌نویسد هدفیلد. من تأثیری تلقین کننده را به قوه جسمانی آنها با دیامتر سنجیدم. تجربه در شرایط‌های هرخیلک گذرانیده شد. وقتی در شرایط مقرری سنجیده شد، فشار 101 فوند را تشکیل داد. تجربه دوم باشد تحت تأثیری هیپنوز گذشت. به 3 تن تلقین نمودند که آنها خیلی کم قوتند و حساب میانه فشار 79 فوند را تشکیل داد. واقعاً یکی از سنجش شوندگان بوکسچی بود و هنگام تلقین نمودند که کم قوت است و گفتی خودش در نظرش نمود که دستانش چون دستان کودک شده اند. هنگام سنجش سوم هدفیلد تلقین نمود که سنجش شوندگان خیلی پرزورند. این دم حساب میانه فشار 142 فوند را تشکیل داد. یعنی وقتی تفکری آنها از اندیشه های مثبت پر کرده شدند، قوه جسمانیشان قریب 50% زیاد شد. انا چنین است قوه غیر عادی تنظیم کیفیتی ما. در نتیجه مدت 35 سال به تعلیم کلان سالان سر و کار داشتن، من عمیق می‌دانم که هم زنان و هم مردان می‌توانند که توسط تغییر آبرز اندیشه ها از تشویش و اضطراب، ترس، نمودهای مختلفی بیماری و غیره رها شوند. می‌دانم، عمیق می‌دانم، چون که صدها بار این خیل حادثه های غیر عادی را مشاهده کردم. این خیل حادثه ها را به درجه بسیار دیدم که آنها اکنون مرا به حیرت نمی آرند. من پر باوری دارم که آرامی باطنی و ذوق زندگی ما به آن وابسته نیست که در کجاییم، در جمعیت چه رول و موقعی داریم، بلکه به آن وابسته است که کیفیتمان چگونه تنظیم شده است. شرایط بیرون قریب که به این یگان مناسبتی ندارد. انا مثلا تاریخ حیات موسفه جان براون که برای ضبط کارخانه دولتی در شهری هارپس فری و غلامان را به شورش دعوت کردنش به دار حکم کرده شده بود. او جانب دار به تابوت نشسته رفت. خادم محبس که در پهلوی او نشست به تشویش و هیجان افتاد، ولی براون آرام بود. وقتی آنها از پهلوی کوههای بلو ریجی ویرگینی می‌گذشتند، موسفید ندا برآورد: عجایب منظره های زیبا، پیش من بار هم این جاها را ندیده بودم. یا خود تاریخی رابرت فالکون سکات و همراهان او اولین انگلیس هایی که به قطب جنوبی پا مانده بودند. راه بازگشت برای آنها یکی از سنجش های دهشتناکترین بود در قسمت آدمی. سوزشواری و غذایشان تمام می شد. آنها نمی توانستند که یک قدم به پیش گذارند، چون که طوفان دهشتناک 11 شبانه روز این جانب هیچ خاموش نمی شد. شمال چنان شدتناک بود که حتی باره های یخین را می شکست. سکات و همراهانش می دانستند که قسمت آنها مردن است و با خود افیون گرفته بودند تا که عذاب جانکنی را سبک سازند. از این مواد اگر اندکی زیادتر استعمال نمایی چنان خوابت میبرد که دیگر هیچگاه بیدار نمیشوی. ولی آنها از افیون استعمال نکردند، بلکه سرودخوانان جان دادند. ما این را از مکتوب ویداییشان
که گروه جستجو کننده 8 ماه بعد این واقعه همراه جسدهای یخبسته‌شان یافت فهمیدیم اگر ما سرشاری غلیان ایجادی، مردانگی و آرامی باشیم، می توانیم که روی تابوت خود نشسته یا سرودخوانان سوی مرگ رفته از زیبایی های طبیعت بهره بریم. میلتون که عاقبت کور شد این حقیقت را 300 سال پیش درک کرده بود. عقل آدم خودی آدم است و او می تواند دوزخ را و بهشت و بهشت را به دوزخ تبدیل دهد. مناسبت ناپلیون و ایلن کالر به حیات درستی فکری میلتون را تصدیق می سازد. ناپلیون به همه آن چیزهایی که عادتاً آدمیزاد در حیات برای آنها حرکت می کند شان، دولت و بایگری نائل شده بود، ولی وقتی در جزیره یلینی والی در بدرقه زیست گفت در حیات من اقلاً 6 روزی خوشبختانه نبود. ولی ایلن کالر که هم کور و کر و گون بود تصدیق می کرد حیات من عالی جناب است. شخصا من اگر در حیاتی نیم عصرم چیزی را یاد گرفته باشم آن است که بغیر خودی ما به ما یگان کس آرامی باطینی نمی آرد. اینجا من فقط سخنانی عالی جنابی امرسون را که در انتهای اسه‌ای باوری به خود آورده است تکرار می کنم. وقتی تو در مبارزه سیاسی غالب می آیی، وقتی درآمدی تو می افزاید، وقتی بیماری از خاندان تو شفا یافت، وقتی یگان واقعی خوش دیگری روی داد، تو را حسیاتی خرسندانه فرا می گیرد و تو اندیشه می کنی که در پیش آوانی عالی جناب انتظار است. به این باور نکن هیچ کس به طینتی تو خرسندی نمی آرد بغیر از خودی تو. اپیکت فیلسوفی بزرگ و باثبات آگاه کرده بود که به ما نسبت از آن ورم و زخمایی که در بدنمان پیدا می شوند از فکرهای نادرست و باطلی در سرمان پیدا شده رها شدن مهمتر است. اپیکتت این سخنان را 12 عصر مقدم گفته بود، ولی طب معاصر هم باید این را تصدیق نماید. دکتر کنبی رابینسون شرح داد که از 5 نفر بیماران بیمارخانه جان گاپکینز 4 نفرشان به بیماری هایی که سببشان شدتناکی حیات و هیجان است گرفتارند. هنگام التهاب ارگان ها نیز این مشاهده می شود. این بیماری ها گفته است او نتیجه به حیات و مشکلات آن مطابق نشدنی آدمان است. فیلسوف بزرگ فرانسه مونتن سخنان زیرین را شعار حیات خود قرار داده بود. آدمان نه از آن چی که روی می دهد بلکه از آن که به حادثه روی داده چگونه بها می دهند عذاب می کشند و بهای ما به آنچه که روی می دهد پره به خودمان وابستگی دارد. من چی را در نظر دارم؟ شاید بپرسید که وقتی از تشویش و هیجان عذاب دارید عصبهایتان چون سیم ترنگ کشیده شدند و حاضر یا زمان پس میکنند، چه خیلی رویم می شود از شما طلب بکنم که طرز اندیشه‌رانیتان را با قوه اراده تغییر دهید. بله، من همین را طلب دارم و این هم هنوز همش نیست. نیت دارم به شما نشان دهم که این را چی طور باید کرد. برای این از جانب شما اندک حرکت و غیر لازم می شود، ولی کار است عادی. ویلیام جیمز که ارباب برجسته پسیکولوژی عملی است باره چنین مشاهده کرد. چنین می شمارند که عمل نتیجه کیفیت است. در اصل باشد این هر دوی از یک دیگر جدا نیستند. عمل خود را که به اراده وابستگی پر دارد تنظیم نموده و می توانیم کیفیت خود را نیز هرچند به آن وابسته نیست به ترتیب آریم. دیگر خیل گوییم ویلیام جیمز چنین می شمارد که ما حسیات خود را در رو نمی توانیم که با قوه اراده خود تغییر دهیم، ولی عمل خود را تغییر داده می توانیم. اما وقتی عمل خود را تغییر دادیم حسیاتمان خود از خود تغییر می یابد. این خیل فرض کردیم شما محزونید، می فهماند او هیچ وقت نمی توانید که یک و یک بار خرسند شوید، ولی وقتی با چهره شاد می نشینید حرکت می کنید، گپ می زنید و تدریج روحیتان نیز دیگر می شود. مگر این حله عادی حقیقتا هم کمک می کند؟ البته. باور نکنید، این را در خود بسنجید. پیش از همه کشاد خرسندانه و از تمام دل و جان تبسم کنید
کتفا را راست گیرید، چخور چخور نفس کشید. حتی اگر امکانیت باشد یگان سرود را هم زمزمه کنید. اگر سرود خوانده نمیتوانید هشتگ کشید. هشتگ کشیده نتوانید زیر بینی غرغر کنید. انا آن وقت در رو میفهمید که ویلیام جیمز چی را در نظر داشت. آخر وقت در رو نقاب آدمی خرسند را میکشید، هیچ ممکن نیست که جسمان مایوس و محزون بانید. این یک جزء از اساسهای نه آنقدر زیاد و حقیقت طبیعی است و امکان دارد در حیات شما معجزه به عمل بیارد. در کالیفرنیا من زنی را میدانم، اینجا نامش را نمیگیرم، که اگر این همه را میدانست میتوانست در طول 24 ساعت از تمام بدبختی هایش رها یابد. راست که او پیر و بیوه است، حالت حقیقتاً هم حزن آور، ولی آیا کوشش به خرج میدهد که خود را خوشبخت و نمود سازد؟ نه. وقتی از او میپرسی که خود را چطور حس میکند، جواب میدهد تشکر، بد نه. اما ifade چهرش به زبان حال میآید که حالش خیلی بد است. با او نگریسته حتی به نظرت چنین مینماید که این زن شما را برای در حضور او خوشبخت بودنتان محکوم میکند، حال آنکه صدها زنان هستند که از او دیده در شرایط مشکل ترینند. او را باشد شوهرش مبلغ باقی گذاشته است که برای زندگیش میرسد. دخترانی به شوهر برآمده‌اش نیز همه وقت تیارند او را نگاه و بین کنند، ولی تبسم این زن را خیلی کم میدیدم. برعکس دائما شکایت میکرد که هر سه دامادش آدمان خسیس و مغرورند. شکایت میکرد و باز ماه‌های دراز را در خاندان آنها میگذراند. دائما شکایت میکرد که دخترانش برای او چیزی نمیخرند، حالان که خود به قدری در کاری پول داشت و باز پول جمع مینمود. خلاصه هم حیات خود و هم حیات فرزندانش را زهرآلود میساخت. این خیلی حزن آور بود. آخر اگر خودی او میخواست از کمپیری بدبخت و گیزله به شخصی برای تمام اولاد شریف و محبوب تبدیل میافت، تکرار میکنم به شرط میخواست. برای آن که این طور شود، بجای آن که از حیات ناهنجارش غم میخورد و اشک میریخت، باید خود را طور اداره میکرد که گویا خرسند است و اقربای خود را اندک دوست میداشت. انگارد از ایندیانا حاضر هم زنده است، فقط از آن خاطر که این سر کشف کرد. 10 سال مقدم او به بیماری سکارلاتینا گرفتار شد و چون عاقبت آن به نفریت بیماری گرده مبتلا گشت. البته این در زمانی حیات مؤلف کتاب است. شنونده عزیز، و دکتران زیاد حتی طبیبان خلقی مراجعت نمود. بر ضمن این دیری نگذشته باز مشکلات دیگر پیش آمد. فشار خونش بلند گردید. وقتی به دکتر رفت فهمید که فشارش از 200 گذشته است. خلاصه حالتش خیلی مرکب بود و به ترتیب آوردن کارهایش را آغاز نمود. به خانه برگشته حکایه میکند او پیش از همه از نظر گذرانیدم که آیا سقوطه حیاتم حسابی کرده شده است. سپس به کلیسا رفته به همه عیب و گناهم قائل شده عبادت کردم. بدبختیم به تدریج به همه سرایت کرد. زن و دیگر اهل بیتم همه عذاب داشتند. خودم باشم مدام در حالت شدید روحی بودم. هفته های دراز از حیاتم شکایت کرده خودخوری می نمودم، ولی روزه گویا عقلم به سرم زده باشد خود به خود گفتم خیلی ابلهی کرده ایستاده ای. ممکن از عمرت 1 سال دیگر مانده باشد، پس چرا کوشش نمی کنی که آن را خرسندانه گذرانی؟ کتفایم را راست نموده کشاد تبسم کردم و کوشیدم خود را طور وانمود نمایم که به من واقعی روی نداده است. راستی گپ سر اول این به من به آسانی میسر نمی گشت، ولی تمام قوتم را صرف می کردم که خرسند و از حیات راضی نمایم. عاقبت این نه تنها به اهل بیتم بلکه به خودی من هم کمک کرد. دیری نگذشته من خود را حقیقتا هم خوب حس می کردگی شدم. قریب تا به آن درجه که وانمود می نمودم سلامتیم به تدریج خوب شد و حاضر چند سال پس از آن که نیتی گورکنیم را داشتم، من نه تنها زنده و تندرستم بلکه فشار خونم هم پس شده است. یک چیز را عمیق می دانم، پیشگویی دکتران درست می برآمد. اگر خود را بای داده در باره مرگ فکر می کردم، من به بستر بیماری توسط تغییری اندیشرانی غالب آمدم. این طور که باشد
اگر این آدم را نمودی خرسندانه و چهره شاد نجات داده باشد، پس چرا ما به خود امکان می‌دهیم که محزون و مایوس باشیم؟ برای چی ما خود و اطرافیان خود را محزون و مایوس می‌سازیم؟ وقتی می‌توانیم نقش آدمی شاد را بازیده، به تدریج خود و اطرافیان را شاد و ممنون نماییم. چند سال پیشتر من کتابچه با نام آدم چی خیلی فکر میکند را مطالعه کرده بودم که در حیاتم نقش خیلی برجسته بازید. مؤلف آن جیمز لین آلن می‌نویسد وقتی آدم مناسبتش را به این یا آن اشیا تغییر می‌دهد، آنها نیز مناسبتشان را تغییر می‌دهند. این البته به مناسبت بین همدیگری آدمان هم دخل دارد. قطعیاً تغییر دادن اندیشه ها کفایه است که شرایط مادی حیات او در رفت تغییر یابد. آدمان نه آن چیزی را به خود جلب می‌کنند که خودشان می‌خواهند، بلکه آن چیزی را که الهیانه است و قسمت ما را معین می‌سازند و در خودمان محفوظند. هر چیزی را که آدم به آن موفق می‌شود نتیجه بی‌واسطه اندیشه‌های خودی اوست. آدم می‌تواند بسبزد، غالب باید به موفقیت‌ها نائل گردد. این همه تنها توسط بلند برداشتنی سطح اندیشه‌هایش به دست می‌آید. طور در کتاب مقدس این یافته است: پروردگار به آدم حکم اراده‌ای تمام زمین را داده است. بی‌شبهه این مکافات بزرگ است، ولی شخصاً به من چنین حقوقی مخصوص و مستثنایی حاکمیت لازم نیست. تمامی آن چیزی که می‌خواهم خود را اداره کرده توانستم. حاکم اندیشه های خود، حاکم حسیات خود، حاکم عقل و روح خود بودن است. از همه عالی جنابش آن است که من می‌دانم به این در کدام شرایط، کدام وقت و چگونه نائل شدن ممکن است. برای این لازم است من عملیات خود را اداره کنم و آن در نوبت خود به کیفیت من تأثیر می‌رساند. بیایید سخنان زیرین ویلیام جیمز را به خاطر بیاریم. هر آن چیزی را که ما بد می‌پنداریم با راه تغییری تنظیم حالت ممکن است و چیزی الهام آور و روح بلند ساز تبدیل دهیم. برای این به مایوسی مبارزه بردن لازم است. همین طریق برای خوشبختی خود مبارزه باید برد. بیایید برای خوشبختی خود در اساس اندیشه‌های با ثمر خوشبختانه مبارزه بریم. برای این من به شما مجموعی مشق‌های را پیشنهاد می‌کنم که باید هر کدامتان اجرا کنید. این مشق از همین رو سر کرده نام داشته. آن حیات ما را خیلی به تنظیم می‌دارد. واقعاً این مشق را من هزارها نسخه نشر و پهن نموده‌ام. مؤلف آن سبیل پاتریج و شمار می‌رود. اگر این برنامه را عملی نماییم، بی‌شبهه قسم زیادی تشویش و هیجان خود را پشت سر نموده خرسندی‌های حیاتمان را افزون می‌سازیم. یکم، از همین رو سر کرده من خوشبختم. این چنین معنا دارد که من سخنانی لینکلن را بسیار آدمان تا به آن درجه خوشبختند که خواهش ردناپذیری خوشبخت بودن را دارند سرمشق عملی خود قرار می‌دهم. خوشبختی در باطنی ما محفوظ است. هیچ وقت آن نتیجه تأثیرات‌های بیرون نیست. دوم، از همین رو سر کردن من کوشش می‌کنم به حیاتی که مرا احاطه کرده است مطابق شوم. نمی‌کوشم دیگران را به خواهش خود تابع سازم. عائله‌ام، کارم، شرایط‌های زندگیم را طوری که آنها هستند قبول می‌کنم و کوشش می‌کنم به آنها مساوی باشم. از همین رو سر کرده بر ارگانیسم خود اعتبار می‌دهم. هر سحر ورزش می‌کنم، پاک و تازه می‌گردم، غذای موافق استعمال می‌کنم، کوشش می‌کنم به ارگانیسمم یک ذره ضرری نآورم تا آن به ماشین تبدیل یابد و تمام طلب‌هایم را اجرا کند. چهارم، از همین رو سر کرده من به انکشاف عقلم دقت می‌دهم. یگان چیزی فایده‌ناک که می‌آموزم. در بابت تکمیل عقلی یگان تنبلی نمی‌کنم. هر چیزی را که قوت، اندیشرانی و دقت جلب کنی را طلب می‌کند مورد آموزش قرار می‌دهم. پنجم، از همین رو سر کرده به تکمیل آداب و معنویاتم دقت می‌دهم. برای این اول 3 کار خوب می‌کنم. به کسی کاری خوبی می‌کنم که خودی او نفهمد. 2 کاری را اجرا می‌کنم که به من معقول نیستند. برای مشق
طوری که ویلیام جیمز نصیحت می کند. از همین رو سر کرده به همه نیکخواه می شوم. هر قدری که امکان دارد نیکی و مهربانی می کنم. لباسی می پوشم که به من می زیبد. با آوازی پست گپ می زنم. در تحسین دیگران عالی همت می شوم. کوشش می کنم کسی را تنقید نکنم. به کسی نمی چقم. کسی را اصلاح نمی سازم. به کسی فرمان فرمایی نمی کنم. هفتم، از همین رو سر کرده کوشش می کنم در داخل همین رو زندگی نمایم. هیچ وقت جهد نمی کنم که پرابلمه های تمام عمرم را یک بار حل سازم. از همین رو سر کرده من برای تمام کارهایم نقشه معین تهیه می سازم. کاری هر ساعتم را پیشکی می نویسم. ممکن است نقشم را پر اجرا نسازم، ولی به هر حال آن را تهیه می سازم. این مرا از دو ضرر، سراسیمگی و ناقطعیتی رها می سازد. نهم، از همین رو سر کرده نیم ساعتی وقتم را تنها و آرامانه می گذرانم و می کوشم از همه چیز فارغ باشم. دهم، از همین رو سر کرده ترس را پر فرو می نشانم. از خوشبخت بودن، از حلاوت زیبایی، از دوست داشتن نمی ترسم و باور می کنم که آنهایی که دوستشان می دارم مرا دوست می دارند. اگر خواهید که حالت درست تنظیمی حلاوت که آرامی و خوشبختی می آرد پیدا کنید، قاعده یک عمر را رعایت کنید. هم در اندیشه و هم در رفتار خندان رو و زنده دل باشید و خود را خرسند و خوشبخت حس کنید. خوشبخت حس کنید. خوشبخت حس کنید.